عزیز چنانچه می‌دونید ما در فعلا قرار داریم در شهر فرانکفورت نماین آلمان و نصیب باشه میریم تمام کوچه‌ها و خیابان‌ها ان شاء الله بنوار می‌کشیم. منتظر حتما برنامه ما باشید. برنامه ما نصیب باشه در روزهای نزدیک در کانال ما به نشر برسد. و گفتن ما لایک و کامنتر از نمرود چون لایک کردن شما و مثلا ما را مغفرت سمت که ما فرابریز داریم. اوکی خدا نگهدار. دوستان چی بگم عکس ببینید خیلی جالب است و میدونید چی دوستان جالبی داشت است که همش قلم سیاه دستکشی نقاشی شده است با یک قلم سیاه. تابلو رو ببینید یا که ما هنوزم گشت و گذارهای ما در شهر فرانکفورت ادامه دارد و جالبی فواره را ببینید خیلی زیبا و هم دیدنی هم است و شمالی ما در پیشش داریم شمالی خنیکی مایسر که هم در پیش یکی از ساختمان های مرکزی شهر. سرگشت ما هنوزم در شهری فرانکفورت نماین ادامه دارد و نصیب باشه میریم دیگه طرف های خیابان کوچه های این شهر و چیزهای جالب را ما نوار میکشیم. این هم یکی از دیگر کوچه های این شهر. خیلی شهری کلان، شهری دارای مترو، دارای تراموای، دارای ترالبوس، اتوبوس، همه چیز در این شهر دیده میشه. ترانسپورت خیلی خوب برای ما داشته است و یکی از کلانترین فرودگاه ها یا که میدان هوایی آلمان محض در همین شهر جایگیر شده است. باید باشه دوستان عزیز چند سال قبل پیش از کرونا تاجیکستان هم تراموای ریس داشت یا که چی میگن خط هوایی مستقیم داشت میپرید به شهری فرانکفورت و حال فعلا در شهری موخین پروازها ادامه یافته شده است. یعنی از طریق شهری موخین میتونی که به شهری دوشنبه تاجیکستان سفر کنی و گفتن امانت تمام چه فرهنگی در این شهر آمادگی گرفته شدن به خاطر جشن سرشوی شهر بازی های 2024 یورو 2024 آیدا فوتبال. دوستان عزیز ما در فعلا دیگه کوچه های شهر قرار داریم. یه هم دیگه خیابان دیگری شهری فرانکفورت. اینجا هم خیلی ساختمان های بلند و سر آشیانه ساخته شده است و این هم
چی میگن سیمبل یا همون چی اتحادیه اروپا، همون نشانه اتحادیه اروپا و این طرف هم ساختمان هایی که ساخته شده در این محوطه، در این چی میگن محله. کوچه ها و از این طرف از دیگه زاویه این ساختمان ها خیلی زیبا هم هستن. همین انسان در اینجا دیگه کوچه دیگه هم هست که به طرفی مرکز می روند و ما نصیب باشه نگه سمت ها میریم، نگه خیابان و کوچه های دیگر. خیلی شهر زیبا بود شهر فرانکفورت. دوستان عزیز، ما فعلا قرار داریم در دیگه که از کوچه ها و خیابان های شهر فرانکفورت که به طرفی مرکز می رود. جالبی شهر دایی است که خیلی شهر کلان و سیر توریست و سیر نمیفهم گردشگر و این چیزا، چون خیلی زبان های مختلف شنیدیم، انگلیسی، نمیفهم روسی، ایتالیایی، فرانسوی، خودی آلمانی ها که از دیگه شهرها می آیند. خیلی شهری زمانوی معاصر است. ببینید عزیز، هنوز هم گشت و گذار ما در شهر ادامه دارد و آمدیم از دیگه طرف با همون جای اولمون. باید طرف گسینسه بریم، از دیگه گسینسه ما در او طرف دریاهای باید او طرف بریم، ماشین هم در او طرف بریم. خب این طرف سمکت ها را میگیری و تمام شهر را میخوریم. شو برا قریب غلطم. دوستان عزیز، چنانچه میدونید ما فعلا قرار داریم در شهر فرانکفورت و این هم دیگه طرف ساختمان ها و کوچه های دیگری این شهر و ما میریم دیگه طرف. تعلیما اپلیکاسیون سیما که پانوراما داره، بسیار جای زیبا هم است. شما ببینید تمام شهر از این پانوراما و دیگه پا نمایان است. و نزدیک باشه دوستان عزیز، برنامه های مکمل و نزدیک از طریق شبکه یوتیوب ما
پخش می‌گردد و دوستان عزیز شما پیگیری کنید کانال ما رو، برنامه‌های ما رو و لایک کامنت رو بکنید. دستگیری کنید. دستگیری شما چی از این لایک ماندن یا کامنت نوشتن و با دوستان خود فرستادن. یا هم دیگه کوچه های شهری فرانکفورت و میریم دیگه طرف ها. خیلی آدم بیشتر امروز. هوا بسیار هوای مناسب، هوای گردشگری، هوای تفریح، هوای تماشاباب برای آدم خیلی جالب هم است و ضرور هم است، چون در گرمی نمیفرد دیگه شهر بگردیم. اینا ببینید دوستان، شهر فرانکفورت آلمان. این هم همو دوچرخه های سه چرخه هایی که توریست ها را میگردونن. این طرف هم ساختمان های چهار راه هستند. دوستان عزیز، این هم دیگه کوچه و خیابان های شهر فرانکفورت. کلیسا را بینید، خیلی کلیسا هم کلان هم است، بلند هم است. این طرف هم دیگه ساختمان های شهر. این هم دیگه طرف های شهر. دوستان عزیز، این هم کلیسای قدیمه شهر فرانکفورت. خیلی گردشگر چند طرف زیاد است. یا اینا چینایی هستند یا که ژاپنی هستند. هم از شهر هم از زبانشون معلومه که از آسیا هستند. و ما میریم با دیگه طرف های این شهر زیبا و دیدنی. چنانچه دوستان میدونید یورو 2024 در آلمان برگزار میگردد. در همه کوچه ها و خیابان های شهر فرانکفورت، نه تنها فرانکفورت، تمامی در شهرهای آلمان رکلام و چی میگن افیشه های این بازی نصب کرده شده است و نصیب باشه اگر چنانچه گفتیم وقت یافتیم، اگر اجازه دادن چی را من میکنیم میباشیم و چند فوتبال میداریم تماشا میکنیم. اگر اجازه ندادن نگه نمیتونیم، چون وقتی اتوسکای ما همه خبر. خب با ما باشید دوستان. ما فعلا قرار داریم در لب ساحل نبرجنی شهر فرانکفورت و چنانچه اینجا میبینید تمام کشتی ها، تمامی نمیفهم قایق‌هایی که در دریا هستند جمع کردن و کدام جشن دارن، نمیفهم چی جشنی دیگه. یه رو پرسیدن در کن خیلی نفر آدم بسیار ماده. دوستان عزیز، این هم نزدیکی کلیسا، کوچه کلیسا. و دوستان گفتن امانات اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره شهری فرانکفورت نماینی آلمان. هر فکر و ملاحظه و درخواستی که داره زیر ویدیو با ما همیشه کامنت را بنویسین و ما انشالله همه ما را میخونیم و جواب میدیم. دیگه باقی شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.